بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساعت 20:30 است و در خدمت شما بیننده محترم هستیم با بخشی از اخبار از پخش شبکه خبر. نادریار احمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته است که پاسپورت‌ها یا خانواری دستنویس هنوز قابل تمدید هستند، اما قرار است به زودی این پاسپورت‌ها به صورت بهتر و منظم‌تر ساماندهی شود. در خصوص پاسپورت‌های خانواری با تأکید میگم هیچ نگرانی نداشته باشن و همه کسانی که مراجعه میکنن برای تمدید این پاسپورت‌های دستنویس که ما مهلتش رو گذاشتیم 31/3 و تقریبا بیش از 3 ماه تمدیدش کردیم و قابل تمدید هم هست اگر شرایط سفارت افغانستان برای صدور پاسپورت مهیا نباشه، برای بچه‌هاشون هم ما برگه ثبت نام تحصیلی صادر خواهیم.